زندگی شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید، اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید، دیدید چقدر فرق داریم دوریم ازتون، بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون، پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کنه و پاره ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید شما ستاره شدید، با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید، شما با اشتباه رشد کردید به جای توبیق، نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. وقتی کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد، به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر، تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم، سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ما تو یه قهقراییم، مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم. من آژیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه، گرسنه هایی داریم که فرصتش. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با پخش زنده ویژگی خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگه این فرصت فراهم شد. 90 روز از خیزش انقلابی زن زندگی گذشت. 90 روزی که بسیار برای مردم معترض ایران پردستاورد بود و 90 روزی که برای رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی نفسگیر. روزهای آتی روزهای سرنوشت سازی هستند. رژیم با برپا کردن چوبه های دارش میخواد که آرزو و زندگی رو در جوانان و مردم معترض بکشه، غافل از این که برپا کردن این چوبه ها نشانه استیصال، نشانه بیچارگی و ددمنشی رژیم هستش و این بر کسی پوشیده نیست. دیدیم که در 90 روز گذشته چطور مردم انقلابی ایران با شعارهای مختلف خواهان سرنگونی هستند و خواهان بنیان گذاشتن نظمی نوین و زندگی آزاد و برابر و مرفه، به دور از هر گونه ظلم و استثمار و نابرابری. بله عزیزان، ما در طول 90 روز گذشته عزیزان بسیاری رو از دست دادیم و بسیاری از عزیزان معترض الان در زندان ها هستند، بسیاری زخمی هستند و این عزم ما رو جزم کرده که تا رسیدن به پیروزی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از پای ننشینیم. امروز شاهد روزی بودیم که بسیار و بسیاری منتظر این روز بودند. شاهد پیوستن کارگران رسمی صنعت نفت به اعتراضات و اعتصابات در شهرهای مختلف، با این امید که مابقی کارگران نیست به این اعتصابات گسترده بپیوندند. فراخوان‌هایی داده شده برای روزهای 28، 29 و 30 که امیدوارم این روزها سرنوشت ساز باشه و این روزها برگ زرینی باشه در خیزش انقلابی مردم ایران. هر کدام از ما باید بسیار خرسند و خوشحال باشیم که در زمانه‌ای و در روزهایی زندگی می‌کنیم که شاهد سرنگونی یکی از دیکتاتورترین و خارترین حکومت‌های تاریخ هستیم. به امید روزی که این روز رو ببینیم
و شاهد این باشیم که ما دیگه زندانی سیاسی نداریم. شاهد این باشیم که در جامعه زندگی میکنیم که مردم اون آزاد و رها هستند. برای ارزیابی از این انقلاب و برای ارزیابی از پیوستن کارگران صنعت نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین صنعت‌ها در ایران، در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق علیرضا نوایی، فعال کارگری از پاریس. رفیق علیرضا گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در این برنامه یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا در خدمت شما باشم. قبل از هر چیز اجازه میخوام از شما در این دومین روز از ماه چهارم اعتراضات سراسری ادای احترام بکنم به تمام جانباختگان این اعتراضات و همبستگی و همدردی خودم و با صدمه دیدگان این اعتراضات و خانواده های صدمه دیدگان و جانباختگان اعلام بکنم. سلام دارم به شما و درود میفرستم به تمامی بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. خیلی خوش اومدید رفیق علیرضا. خب همونطور که گفتم مردم ایران تا به امروز دستاوردهای بسیار زیادی رو داشتن و اشاره نکردم به همبستگی عظیمی که در خارج از ایران از مردم معترض ایران میشه، حمایت‌های گسترده در کشورهای مختلف. اجازه بدید اول ارزیابی شما رو بشنویم از این انقلاب و بعداً به موضوع مهم پیوستن کارگران نفت هم میپردازیم. لطفاً بفرمایید. ببینین این دور جدید اعتراضات با اعتراضات قبل تفاوت داره، یعنی حتی آبان 98 دیماه 96 اولین ویژگیش اینه که از نظر زمان طولانی شده، یعنی علیرغم میل حاکمیت و عربده‌کشی هایی که میکنند، اعدام میکنند، شلیک مستقیم میکنند، زندانی میکنند، اعتراضات به شکل اعتراضات دانشجویی، اعتراضات دانش آموزی، جنگ بدوز خیابانی، کسبه، اساتید دانشگاه ها، معلمان و کارگران و جوانان در محلات مختلف کماکان ادامه داره. و دومین ویژگی اینه که اینایی که اومدن تو خیابان اینجوری نیست که مثلا یه روز عصبانی شدند اومدن این کار کردند، بلکه میدونن، اعتراض میکنن، همونطوری که شما تو مقدمه گفتین این حاکمیت رو نمیخوان، حاکمیتی رو 40 سال تجربه کردن در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همه اینا، این حاکمیت رو دیگه نمیخوان و بر اساس این هم میدونن که این اعتراضات براشون هزینه داره و وارد این کارزار شدن. تمام شواهدم نشون میده که مثلا یک روزی یا یک هفته فراز فرودی این اعتراضات داره ولی مستمر ادامه داره و سر از خاموش شدن نداره. همونطوری که خامنه‌ای و تمام کل حاکمیت از پیش که با کابوس اعتراضات زندگی میکردن، خدای سال 60 رو به طلب خواسته بود که و عربده کشیده بود که اگر بخواین مثلا اعتراض بکنین پیشا پیش که این خدای سال 60 پشت ما هست، یعنی سرکوب، یعنی اعدام، یعنی تیراندازی مستقیم، شلیک مستقیم به طرف تظاهر کنندگان به یاری ما میاد و ما رو نجات میده. ولی نمیدونست، اینو بر اساس اطلاعاتشون میدونستن که این اعتراضات حالا کی چه زمانی این اعتراضات شکل خواهد گرفت و میدونن اونا که ناراضیان و اکثریت اهالی این حاکمیت رو نمیخوان. ولی این نمیدونست که شرایط با شرایط سال 60 تفاوت داره. این شرایطیه که اینایی که تو اعتراض هستند، اینا این حاکمیت تجربه کردن، تبعیض رو دیدن، تحقیر رو دیدن، فقر رو دیدن، سرکوب
اجتماعی رو دیدن، سرکوب سیاسی رو دیدن و بر اساس این آگاهانه پا به میدان گذاشتن که تا احقاق حقوق بکنن. و علیرغم یاوه‌گویی های اینا که مثلا از خارج هدایت میشن، نمیدونم کشورهای خارجی یا غیره و اینا رو که مطرح میکنن، اینا کسایی هستند که برای حقشون و متکی به خودشون وارد کارزار شدن و سر کوتاه اومدن هم ندارن. طبیعیه که وقتی که اعتراضات در ایران صورت میگیره، در خارج از کشور هم از این اعتراضات حمایت بشه و تا اونجایی که اعتراضات در خارج از کشور، تجمعات و فلان اینا در اشکال مختلف صورت میگیره، چه اتحادیه‌های کارگری، چه سازمان‌های مترقی که حمایت میکنن و چه برگزاری تجمعات نیروهای انقلابی مدافع حقوق کارگران، نیروهای مترقی از این تجمعات اعتراضات در ایران که مثبت، در کنارش یک سری اعتراضاتی هستند که با اهداف و شوم و ننگین صورت میگیرن، تجمعاتی که با اهداف ننگین صورت میگیرن و در واقع از این اعتراضات در داخل ایران میخوان چی میگن، از این نمد میخوان کلاهی برای خودشون بسازن و تا این دوره‌های گذشته که این اپوزیسیون ارتجاعی در حال مذاکرات با کشورهای خارجی و این دولت‌های سرمایه‌داری بود که برای این که نمیدونم گذار بکنن، دولتی تشکیل بدن و غیره، و اهمیتی به اعتراضات که 30 سال در ایران جریان داره با فراز و فرود خودش در بخش‌های مختلف، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان و دیگر حقوق بگیران و نیروهای زحمتکش اهمیتی بهش نمیدادن. الان در چارچوب و همون اهداف خودشون که مذاکره میکردن با کشورهای خارجی، الان هم میخوان از این اعتراضات و سراسری در ایران سوء استفاده بکنن در همون اهداف این که مثلا رژیمی رو عوض بکنن، خودشون دولتی تشکیل بدن، برن تو این رابطه. پس بنابراین بخش اول حرکتات در خارج از کشور مورد حمایت، ولی این بخش در واقع محکومه به خاطر اینکه قصد سوء استفاده از اعتراضات در داخل ایران دارن و در یک جمله اگه بخوام بگم قصد به بیراه بردن اعتراضات در ایران دارن. فکر میکنید مردم ایران این اجازه رو بهشون میدن؟ اون چیزی که شعارهایی که در ایران داده میشه، اقداماتی که در ایران صورت میگیره، سازماندهی که در ایران صورت میگیره، به نظر نمیرسه که همچین چیزی رو به اینا اجازه بدن. متکی به خودشون هستن و همانطوری که در 30 سال گذشته ما شاهد اعتراضات کارگری بودیم و سازمان دهندگان اعتراضات کارگری، صدها هزاران سازمانده اعتراضات کارگری پا به میدان گذاشتن به اعتراضات کارگری به یک اعتراضات مستمری تبدیل شده که مثلا در سال 1400 ما بیش از 4000 اعتراضات کارگری داشتیم. الان شاهد این هستیم که اعتراضات در محلات، اعتراضات کسبه ها و غیره، به اعتراضات دانشجویان، دانش آموزان به یک روند مستمری تبدیل داره میشه و هر کدام سازمان دهندگان اعتراضات خودشونو دارن و این سازمان دهندگان اعتراضات یک تشکلی دارن، چی از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره، و این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری نه تنها مخالف رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی هستند، بلکه مخالف تمامی نیروهای ارتجاعی دیگه که در اشکال اپوزیسیون ارتجاعی فعالیت میکنن هستند و ما در دیوار نویسی ها و شعار نویسی ها
شعارهایی که داده میشه هم چه در دانشگاه ها، چه در محلات و چه دیگر فعالین اجتماعی دقیقاً اینو میبینیم که اعلام میکنند که مرزبندی دارن با تمامی دیدگاه های ارتجاعی و خواهان تغییر تحولات انقلابی و مترقی است. بله سپاسگزارم. خب رفیق علیرضا، امروز صبح که ما بیدار شدیم از خواب شاهد خبرهای بسیار خوشایندی بودیم، اینکه کارگران رسمی در ماهشهر، بیجار، آتش نشانان در خارک، عسلویه، خیلی از شهرهای جنوبی از پارس جنوبی گرفته تا خارک به این اعتصابات پیوستن و شعارهای رادیکالی هم دادن. فکر میکنید چقدر انتظار میرفت که کارگران به این سرعت به اعتصابات بپیوندند و چقدر اهمیت داره که این اعتصابات گسترده تر بشه، ما بقیه بخشای کارگران صنعت نفت هم به این انقلاب بپیوندند؟ پاسخ به سوال شما چند جنبه داره. یکی اینکه چقدر انتظار میرفت. من حتی با گفتگو با خود شما هم تا همین تلویزیون حزب کمونیست ایران گفتم که ضمن اینکه کارگران منتظر فرمان و اجازه کسی نیستن بهشون بگن که چرا نمیاین بیاین فلان اینا، کارگران میدونن چه موقع وارد کارزار بشن و انتظار پس میرفت. منتظر بودیم. ضمن اینکه قبل از اینکه این کارکنان رسمی نفت هم شروع بکنن، ما در یک ماه اخیر، یعنی در ماه سوم اعتراضات سراسری، تقریبا روزانه شاهد 3 اعتراض به طور میانگین کارگری بودیم در رابطه با این مسئله. این اعتراضات در واقع در رابطه با مطالباتش. اما نکته ای که در این اعتراضات در رابطه با مطالبات اهمیت داره اینه که ما میگیم که اعتراضات سراسری باید اعتراضات سراسری طوری پیش بره که جمهوری اسلامی با اعتراضات همه جانبه در همه جا روبرو بشه. یعنی چی؟ یعنی کارگران که الان افزایش حقوقشون میخوان، این کاهش قدرت خرید، این فقر رو کی تحمیل کرده به اینا؟ جمهوری اسلامی. کشاورزان اگه بی آبی دارند، فقر دارند، کی تحمیل کرده؟ جمهوری اسلامی. اگه جاده نیست، برق نیست، آب نیست، خب اینا، این اهالی روستاها یا شهرهای کوچیک که این خواسته ها رو دارن، این ظلم کی به اینا روا کرده؟ جمهوری اسلامی. پس بنابراین الان اگه اعتراضات در دانشگاه ها، در محلات کسی به اعتراض میکنه، همه باید وارد کارزار بشن، اعتراض خودشونو اعلام بکنن نسبت به هر ظلمی که اجحافی بهشون شده، ظلمی که بهشون شده و حق طلبی بکنن. پس اهمیت اینه که جمهوری اسلامی رو با اعتراضات همه جانبه در عرصه‌های مختلف روبرو میکنه و این حائز اهمیته. همینطوری که میبینیم مثلا وقتی که توی محلات اعتراضات یه مقدار فروکش میکنه، دانشگاه ها بالا میکشه، دانشگاه ها یکم میاد پایین، اینجوری میگه. این چیزیه که این دامنه اعتراضات رو گسترده میکنه و روندش رو مستمر میکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو با اعتراضات همه روزه روبرو میکنه. اما در مورد کارکنان رسمی نفت اول یه توضیح بدم در مورد تمام کارگران ایران. ببینین این اعتراضات جریان داره. چرا اعتراضات جریان داره؟ چرا اعتراضات ادامه پیدا میکنه؟ یک، آیا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرده؟ خیر. روند کاهش ارزش پول ملی با یک سرعت جدید ادامه داره. این وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی قدرت خرید کارگران کاهش پیدا میکنه. گرانی‌ها هست، تورم هست. پس بنابراین این یک اولین مسئله. آیا از نظر امنیت شغلی کارگران وضعیتشون بهتر شده؟ خیر.
کارگران دیگه الان علاوه بر قراردادهای موقت بهشون قراردادهای یک ماهه رو دارن تعمیل میکنن. خب بعد از طرف دیگه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، کارگران معترض و مبارز رو تهدید به پرونده سازی امنیتی و قضایی میکنن. علاوه بر این کارفرمایان اینا رو در صورت اعتراض تهدید به اخراج میکنن یا اینکه معرفی به دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی میکنن. پس بنابراین از هر جنبه‌ای که بگیریم از نظر امنیت شغلی کارگران روز به روز کاهش پیدا میکنه. از نظر آزادی اجتماعی آیا کارگران از حق ایجاد تشکل مستقل کارگری برخوردارن؟ خیر. اینا هم اگر وقتی که اعتراض میخوان تشکلی ایجاد بکنن سرکوب میشن. پس بنابراین در این رابطه کارگران به اعتراضات خودشون همچون سالهای گذشته ادامه خواهند داد و قابل انتظار بود که این اعتراضات هرچند با اون اوجگیری اعتراضات سراسری در واحدهای تولیدی و خدماتی یک مقدار کاهش پیدا کرده بود، ولی که یک روزی دوباره شروع شد که در ماه گذشته، در ماه سوم اعتراضات سراسری شروع شد و امروز هم شاهد اعتراضات کارکنان رسمی نفت بودیم. کارکنان رسمی نفت این اولین بار نیست که دست به اعتراض میزنند. کارگران رسمی نفت یعنی ارکان اول جدا از کارکنان رسمی، کارکنان ارکان ثانی و ارکان ثالث همه معترض. یکی از اعتراضاتشون سطح حقوقشونه. هرچند کارکنان رسمی نفت حقوقشون بالنسبه نسبت به بقیه یکم بالاتره، ولی همینم کفاف هزینه زندگی اینا رو نمیده. اینا سالهای سال معترضن. مثلا در رابطه با اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت 10 هست، اینا خواهان اجراش هستن. قانونی که مسبب شده است و تو همین جمهوری اسلامی نمیخوان اجرا بکنن. دوره قبل از این که این کارگران دست به اعتراض زدن در رابطه با بالا بردن حقوقشون که یکی همین ماده 10، مسئله دیگه مالیات های سنگینه و دیگر مطالباتشون رو چیزا که بهشون نمیدن، بهشون وعده داده شد که ماده 10 من جمله رئیس الوعده رئیسی خودش هم وعده داد که مثلا دستور داد که این ماده 10 رو اجرا بکنه و علی‌رغم این که این کارگران میدونستن که اینا وعده وعیدایی هستن که اعتراضاتشون رو بخوابونن، چون بسیار وحشت دارن از اعتراضات کارگران نفت، منتظر موندن. الان که دیدن که طبق معمول وعده بیش نبوده و پیش فراخوان دادن و امروز هم دست به اعتراضاتشون زدن و این اعتراضات دست فقط کارگران رسمی نخواهد موند، در کارگران ارکان ثانی و ارکان ثالث هم طبیعتاً چون زمینش وجود داره کشیده خواهد شد. بله رفیق علیرضا، فکر کنم در برنامه قبلی هم ازتون این سوالو پرسیدم و امروز هم که کارگران دست به اعتصاب زدن، خب همون قانونی که شما گفتید که اجرایی نشده بعد از 10 سال، نمیدونم کمی دستمزد خودتونم اشاره کردین. بعضیا میگن که خب کارگران نفت خواسته‌هاشون خواسته‌های کاملا صنفیه و ربطی به این انقلاب نداره، اما مثلا یکی از شعاراشون وزیر بی‌لیاقت نمیخوایم بود. امروز وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. آیا میشه کارگرانی که با خواسته‌های صنفی اومدن، کارگرایی که با خواسته‌های خودشون اومدن رو امیدوار بود که گفت که نه خیر اینا به انقلاب پیوستن و میتونن سرنوشت انقلاب رو مشخص کنن و سرنوشت نهایی در دست اوناست؟ ببین این جوی که امروز اعتراضات داره صورت میگیره، این مشعل مبارزه با خفقان، ارعاب، نداشتن آزادی برای تجمع، برای اعتصاب، این مشعل رو در 3 دهه گذشته
دست چه کسی بود؟ اگر کارگران در 3 دهه گذشته که هر روزه تجمع میکردن جلوی مراکز قدرت در واحدهای تولیدی در سطح شهر و هزینه پرداخت کردن تو این رابطه دستگیر شدن، اخراج شدن، مورد ضرب شتم قرار گرفتن، این کی بود که اینجا به ارعاب و خفقان و شکست؟ کارگران بودن. اگه این تجمعات صورت نمی گرفت، این اعتراضات صورت نمی گرفت، جایی که اعتصاب آزاد نیست، تجمع آزاد نیست، این آزادی تجمع رو تحمیل کردن با حاکمیت. پس این در اون مقطعی که این شرایط رو آماده کردن که بعد ما اقشار دیگر اجتماعی را میدیدیم که دست به تجمع میزنن، اعتراض میزنن، تبدیل شد به یک چیز تحمیلی و پذیرفته شده به نوعی، ضمن که سرکوب هم میشد. الان امروز کارگران میان با مطالبات خودشون، من در بخش قبلی هم گفتم کشاورزان اصفهان میان با مطالبات خودشون، اهالی شهر و روستا میان با مطالبات خودشون. مطالباتشون در برابر کیه؟ به کی اعتراض میکنن؟ با حاکمیت اعتراض میکنن. خب که این اشراف داره در حقشون میکنه. بعد ما الان در فصل پایانی سال هستیم، اعتراضات کارگری رو باید اینجوری ببینیم. الان مسئله تعیین حداقل دستمزد، به تعیین حداقل حقوق، تعیین حقوق سایر سطوح مزدی هم هست. همه ساله ما اعتراضاتی رو شاهد هستیم، چه در رابطه با کارگران شاغل و چه در رابطه با بازنشستگان. خب اعتراضات برای افزایش دستمزد، اگه بخش‌های مختلف با همدیگه گره بخوره، میدونیم این تبدیل به اعتراض طبقاتی میشه. یعنی طبقه کارگر در مقابل طبقه سرمایه‌دار قرار میگیره، یعنی سهم بیشتری از ارزش اضافی که تولید میکنه رو میخواد. بنابراین این میشه تبدیل به یک ارزش، یک مبارزه طبقاتی. این مبارزه طبقاتی یعنی چی؟ این کارگران میبینن که یک طبقه مخالفت میکنه با خواستهای خودشون، پس بنابراین به مبارزه خودشون در برابر این طبقه ادامه میدن. این مبارزات کارگری اینجوریه و در واقع همیشه این کارگران با شروع مطالبات اقتصادی خودشون در واحدهای تولیدی و خدماتی شروع میکنن، ادامه میدن و این به اون جایی میرسه که تبدیل این که سفارایی دو طبقه در کنار هم میشه. در ضمن این که کارگران چون در محلات فرزندانشون، خانواده‌هاشون در این مبارزه، در این اعتراضات سراسری شرکت دارن، این معلمان، این بازنشستگان، اینایی یعنی که میان توی خیابونا اعتراض میکنن، اینایی که تجمع میکنند، اینا کیا هستن؟ سرمایه‌دارا هستن؟ همین حقوق بگیرا هستن، همین کارگران شاغل و بازنشسته هستن و معلمان هستن، کارمندان هستن و فرزندانشان هستن. پس بنابراین یه عرصه مبارزه اینه و این با اون گره میخوره و طبیعتاً فشار روی جمهوری اسلامی افزایش میده و نیروی سرکوب خودشو پراکنده مجبور میشه بکنه. این نیروی سرکوب فرسوده میشه و در کنارش هم این اعتراضات که در عرصه‌های مختلف جریان داره، نیروهای پیرامونی حاکمیت رو به چالش میکشه و باعث ریزش اینها هم از حاکمیت میشه. بله سپاسگزارم. چقدر انتظار میره که کارگران مابقی بخش هم، خب اشاره کردین در برنامه قبلی که بعد از انقلاب کارگران قسمت شدن، مثلا کارگران رسمی، کارگران قراردادی، یا خلاصه کارگران رو به قسمت‌های مختلفی تقسیم بندی کرده که این اتحادی که در بین کارگران هست از بین بره.
شما چقدر انتظار دارین با توجه به اینکه خب شورای سازماندهی کارگران نفت هم برای 4 و 5 و 6 دی‌ماه هست فکر کنم که فراخوان داده، آیا این فراخوان این امید رو به ما میده که کارگران سایر بخش‌ها هم به اعتصابات بپیوندن یا چقدر انتظار میره با توجه به حرکت امروزشون؟ ببینید یه نکته‌ای که گفتم در پاسخ سوال قبلی، در 1 ماه گذشته ما روزانه به طور میانگین شاهد 3 اعتراض کارگری بودیم. بله. این چشمانداز و شرایط نشون میده که در ادامه خودش کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه افزایش پیدا خواهد کرد. همونطور که کاهش قدرت خرید کارگران روندش سریعتر شده چون کاهش ارزش پول ملی رو شاهدش هستیم، این ادامه داره. پس بنابراین وقتی که کارگران از یک طرف هزینه زندگیشون رو نمیتونن تامین کنن، از طرف دیگه امنیت شغلی ندارن، از طرف دیگه بیخبر از این سرکوب‌ها و اینها نیستن، اونا هم به روش خودشون وارد مبارزه میشن. طبیعتا من به نظر من و بر بستر چیزی که در سال گذشته داشتیم اعتراضات، این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، بخش‌های مختلف میپیوندن و معمولا وقتی که اعتراضات سراسری میشه، مثلا سال 98 تنها سالی بود که در سالهای گذشته به دلیل آبان 98 ما شاهد کاهش 25% اعتراضات کارگری نسبت به سال 97 بودیم. ولی الان میبینیم ضمن این که تو ماه سوم اعتراضات سراسری بودیم، اعتراضات سراسری ادامه داشت، روزانه 3 اعتراض کارگری صورت گرفته. این هم یکی از اوناییه که وقتی که این یک بخشی اعتراض میکنه این جو میشکنه و این که الان به اینا تهمت میزنن فلان چیز میکنن، انواع و اقسام توطئه ها و نقشه های شومو به میدان میارن، این هم جو شکسته میشه. ما شاهد خواهیم بود که در کنار اعتراضات سراسری این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد و بخشی از اعتراضات سراسری خواهد شد. مثلا توجه بکنیم اعتراضاتی که الان جمعه‌های اعتراضی استان سیستان و بلوچستان از کجا شروع شد؟ از تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک کودک خردسال. و الان از اون تاریخ داریم میبینیم تمام جمعه ها، مثلا همین جمعه گذشته تا 4 شهر استان این تجمعات جریان داشت و شعارها هم رادیکال بود. این به چیز خودش پیوست به اعتراضات سراسری و شعاراش شعارهای شده که همون در شعارهای اعتراضات سراسریه، نه به اعدام، مسئله دفاع از حقوق زنان، خواسته های ملیتی هست، خواسته های طبقاتی هست و اینجوریه که در روند خودش با هم دیگه پیوند میخوره. همونطوری که اعتراضات که در گذشته هم کارگران داشتن برای مطالباتی فقط یک اعتراض صنفی نبود، من اصلا هیچ وقت اینو قبول ندارم، چون پیشاپیش هر گونه اعتراضی رو خود حاکمیت تبدیل به اعتراض سیاسی میکنه. یعنی پیشاپیش معلومه. پس کارگران آگاه هستن که اگه بیان دست به اعتراض بزنن با اتهام سیاسی روبرو خواهد شد. علاوه بر این دست به این اعتراضات زدن در مقابل وعده های اینا چیز نشدن، خام نشدن، تا وعده هایی رو که دادن دیدن نتیجه نمیده سریعا دوباره دست به اعتراضات زدن. اینجوری که دیدن اعتراضات کارگری صنفی کردن فلان اینا، من اصلا این اعتقادات اینجوری ندارم و معتقدم که در مقابل حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی هر اعتراضی که صورت بگیره خود حاکمیت اونو تبدیل به سیاسی میکنه و در واقع یک نوع اعتراض سیاسی، یک نوع مقابله با حاکمیت، یک نوع مقاومت در ظلمیه که حاکمیت در مورد تمامی نیروهای اجتماعی اعمال. اتفاقا رژیم چون تجربه سال 57 هم داره و میدونه که کارگران صنعت‌های کلیدی از جمله صنعت نفت بسیار مهم هستن و اگر اونا بخوان میتونن که رژیم رو سرنگون کنن، به محض اینکه کارگران بخوان دست به تجمع بزنن یا تجمعشون آغاز کنن، سرکوب در میان کارگران بسیار شدیدتر هستش و ما
در اوایل این خیزش انقلابی هم دیدیم که کارگران ماهشهر رو چطور سرکوب کرد. همون در روز اول چطور اینترنت رو قطع کرد، اونجا رو میلیتاریزه کرد و اونجا رو هم مثل بعضی از شهرهای ایران به صحنه‌های جنگ تبدیل کردن، چون که از سلاح‌های جنگی استفاده نکرد، اما دیدیم که سرکوبش بسیار شدیده. پس امید داریم در روزهای آینده، یعنی قطعاً آنچه که عینی هست شما می‌بینیم با توجه به اینکه خب دلار از مرز 39,000 هم گذشت و میشه گفتی که از بی‌ارزش ترین پول‌های دنیا هستش و اینکه خب سال جدید هم نزدیکه و بودجه سال 1402 رو میخوان تنظیم کنن و قطعاً خیلی این برای رژیم مشکل هستش. ما امید داریم که کارگران بیش از پیش در همه بخشا به اعتصابات بپیوندن و بتونن هرچه قوی‌تر انقلاب رو به پیش ببرن. خب برگردیم به جنبه سرکوب رژیم. میدونیم که 2 نفر از معترضان این خیزش انقلابی رو به دار آویخت و حکم‌های زیادی نزدیک به 30 نفر از معترضان براشون حکم اعدام اومده و خیلی هم حکم خب محاربه که همون قطعا حکمش اعدام هستش. نظر شما در این مورد چیه؟ در زمانی که اعتراضات اینقدر با شکوه داره پیش میره، در سطح جهان حمایت‌های بسیار وسیع ازش میشه، اما خب رژیم باز هم متوسل شده به زور سرنیزه به سرکوب و به اعدام. نظر شما در این مورد چیه؟ من تو بخش قبلی گفتم خامنه‌ای این رهبر جنایتکار و خونخوار پیشاپیش گفته بود از خدای شست میاد کمک ما. یعنی اینا خدای 1401 همون خدای سال دهه 60. نه اصلا این نیست. اینو فهمیده بود که اعتراضات حتی در عدم شرکت مردم در انتخابات، حتی انتخابات ریاست جمهوری، فهمیده بودند که اکثریت اهالی نه تنها ناراضی هستن بلکه معترض هستن و اونا هم میدونستن مثل ما که این اعتراضات سراسری شروع خواهد شد. کی، کجا، به چه بهانه‌ای و این روشن. اما جمهوری اسلامی فکر میکنه که مثل سال 60 میتونه جو ارعاب و وحشت ایجاد کنه. اینه که شرایط 1401 تفاوت داره با دامنه شرکت کنندگان، ورزشکاران، هنرمندان، کسبه، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارکنان، روشنفکران، نویسندگان اینقدر در اعتراضات حتی 98 هم شرکت نداشتن. پس این یکی اینه توی رابطه. مسئله اینه که میبینیم مثلا کسبه رو، اینا اول میان میگن که کسبه بازار توی اعتصابات شرکت نکردن، اینا همه دروغه. بعد فقط میان توی استان بوشهر تو 3 تا شهر 90 مغازه رو پلم میکنن به دلیل شرکت در اعتصابات. تو بهبهان هم همینجور، تو بجنورد هم همینجور، حتی تو تهران هم همینجور، شهرهای دیگر هم دیگه، شهرهای استانهای کردنشین که دیگه جای خودش داره، اونا همیشه پیشاپیش هم در این اعتراضات شرکت میکنن. ولی وقتی که میبینن اینا پلم میکنن مغازه‌شون رو، به جای اینکه بترسن وحشت زده بشن، میرن جلوی فرمانداری تجمع میکنن، در سطح شهر تجمع میکنن، مقاومت میکنن، درگیر میشن با نیروها و از حق خودشون دفاع میکنن. دانشجویان میگیرن، زندانی میکنن، دانشجویان به اعتراضات خودشون ادامه میدن و این اعتراضات رو علاوه بر اون خواسته های قبلیشون، آزادی همکلاسی های خودشون هم بهش اضافه میکنن. الان میبینیم که اینا اعدام کردن. شعار علیه اعدام، اعتراض بی اعدام، نسبت به گذشته بیشتر شد. این وجود داشت اعتراضات، ولی الان این اعتراضات تو سیستان و بلوچستان، تو دانشگاه ها، تو دانش آموزان، معلمان، تشکل‌های مستقل معلمی، کارگران، بازنشستگان به طور دست جمعی، گروهی، چند گروهی یا به طور تک تک در رابطه با این اعلام تنفر میکنن، اعلام اعتراض میکنن. کانون نویسندگان ایران، دیگر تشکل‌های اجتماعی.
پس بنابراین شرایط وارد جایی شده که این به معنای این نیست که جمهوری اسلامی نمیکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد جو ارعاب ایجاد بکنه، از یک طرف به نیروهای بسیجی. خب این اکثریت غریب به اتفاق نیروهای بسیجی الان که در حاکمیت هستن برای منافع خودشون است. اینا وقتی که منافع اقتصادیشون مثلا اینا وقتی که ببینن جانشون در خطره، مالشون در خطره و در آینده اینا بو میکشن دیگه، این اعتراضات منجر به سرنگونی بشه، اینا امنیتی نخواهند داشت، ریزش اینا از حاکمیت زیاد شده و حاکمیت برای جلوگیری از ریزش اینا و بگه این که هر کسی که این نیروهای بسیجی رو بخواد مثلا ضربه‌ای بزنه یا فشاری بهشون وارد بکنه، اونا مورد چیز قرار میگیرن، تنبیه قرار میگیرن، مثلا اعدام خواهند شد. ولی میبینیم که این کارها رو با شدت زیادی تو 98 کردن، دی 96 کردن. آیا جلوی اعتراضات رو تونستن بگیرن؟ امکان داره مثلا یک دوره‌ای به مثابه آتش زیر خاکستر یک فرودی بکنه اعتراضات، ولی اعتراضات خطی نیست که، اعتراضات با فراز فرود ادامه داره و اتفاقا یکی از نکات مثبت این اعتراضات که هرچی طولانی تر میشه خب شعاراش رادیکال تر میشه، سازمان دهندگانشون با تجربه تر میشن و اینکه یک نیروی اپوزیسیون ارتجاعی بخواد اینا رو فریب بده و همه‌ش هم میدونیم که این نیروهای کشورهای سرمایه‌داری خارجی هم از رادیکالیزه شدن اعتراضات و مطالبات وحشت دارن، همیشه میخوان توی وسط راه اینو به بیراها بکشونن تو این رابطه و این نکته مثبتیه. بنابراین همونطوری که بعد از 96 98 صورت گرفت، بعد از 98 الان 3 ماه اعتراضات جریان داره، با این کارها جمهوری اسلامی با اعدامها نمیتونه جلوی ادامه اعتراضات رو بگیره، بلکه اعتراضات در چشمانداز خودش گسترش پیدا خواهد کرد، رادیکال تر خواهد شد، مطالبات رادیکال تر خواهد شد و معترضین مصمم تر خواهند شد و از نظر سازماندهی با توجه که این دفعه الان میبینیم که چجوری در چه دستجاتی نسبت به 98 سازماندهی میکنن، اعتراض میکنن که هزینهشون کمتر باشه در رابطه با اعتراضات، با تجربه تر خواهند شد و با سازماندهی بهتری هر روز به روز، هر هفته به هفته، ماه به ماه و در عین حال با همبستگی بیشتری. الان که همبستگی بین دانشجویان با جوانان محلات، با معلمان، با کارگران شاغل بازنشسته، با دانش آموزان، با زنان در بخش‌های مختلف، چه زنان خانه‌دار گرفته چه زنان شاغل، این همبستگی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. اون چیزهایی که من شخصا هم در رابطه با همبستگی ها شنیدم با از زبان همسن سالای خودمون که ما همبستگی ها رو از نزدیک در سالهای 56 57 58 تا دهه 60 دیدیم خودمون از نزدیک. ما در تظاهرات شبایی رو خوابیدیم تو خونهایی که بعد از تظاهرات تجمع در تهران حکومت نظامی میشد، نمیتونستیم. شب در خونه باز بود، ما رو میبردن تو، همونجا میخوابیدیم، صبح میومدیم بیرون، نه میشناختیمشون نه اونا ما رو میشناختن. ما این دسته همبستگی ها رو دیدیم در بگیر ببندهای سال 60 هم دیدیم چه همبستگی هایی بود، چه عزیزانی ما رو جا دادند که ما بتونیم دورهایی رو این سرکوب پشت سر بذاریم، بتونیم زندگی مخفی رو تو داخل ادامه بدیم. اینا رو فقط گفتم به نام تجربه از زبان همین کسایی دیدیم که هم دوره ها ما بودن، اونا خودشون همبستگی ها رو تو اون دوره دیده بودن، الان میگفتن این همبستگی ها باز فراتر از اون دوره هست و مطمئن باشیم که در آینده این همبستگی ها باز هم بیشتر و گسترده تر و مستحکم تر خواهد شد. بله، بسیار سپاسگزارم رفیق علیرضا. زمان برنامه داره کم کم به اتمام میرسه، اما
اشاره کردیم به کشورهای خارجی. میخواستم به عنوان آخرین سوال این سوال ازتون بپرسم، دو بخشی این سوالم، وقت برنامه خیلی کمه، کوتاه هم جواب بدین ممنون میشم. ما همبستگی عظیمی، یعنی میشه گفت واقعا بی سابقه بوده در سطح جهان این همبستگی که از مردم معترض ایران شده، با توجه به اینکه خب مثلا حتی امروز هم ادامه داشته، هوای زیر 0 درجه برای نمونه کانادا، امروز نروژ. این همبستگی رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ آیا کافیه؟ آیا کمکی به مردم ایران میکنه؟ آیا این در پیشبرد انقلاب میتونه سهم بزرگی داشته باشه؟ و در کوتاه مدت شما خوشبین هستید به این اتفاقاتی که امروز در سراسر جهان و ایران نسبت به انقلاب ایران داره میگذره؟ ببینین دو بخشه، یکی از نیروهای ایرانی که در خارج از کشور هستن، اینا دو بخشن، اپوزیسیون ارتجاعی، اپوزیسیون انقلابی، نیروهای مدافع حقوق کارگر که به طور متشکل در نهادها و سازمانهای سیاسی یا جدا که دست به فعالیت میزنن، خب طبیعتا اینا به عنوان پشت جبهه نقش مثبتی ایفا میکنن تو این رابطه و قطعا تاثیر خودشون رو تو این رابطه از نظر خارج کشور داره. این به خودش فعالیت این نیروها در جلب افکار عمومی کشور میزبان، یعنی نیروهای غیر ایرانی رو خیلی کمک میکنه. در کنار اینا اتحادیه‌های کارگری که حمایتایی میکنن، مثلا حتی در رابطه با اعدام همین سندیکای CGT کمیته مرکزیشون یه دونه اعتراض نمادینی رو اینجا کردن، اتحادیه‌های کارگری در این رابطه اطلاعیه دادن و اینا خیلی در این رابطه مهم. اما اون طرف اپوزیسیون ارتجاعی من در بخش قبلی گفتم، چون وقت نیست دیگه تکرار نمی کنم، اونا در واقع اعتراضاتشون میتونه به بیراه بردن این اعتراضات و سیمای این اعتراضات رو بد نشون بده تاثیر منفی میذاره تو این رابطه. مثلا میان تو چیز که به عنوان رهبر اعتراضات مثلا خودشونو هر کی میخواد جا بزنه و تو این رابطه فرمان میده که اینا که معترضین فرمان کسی رو به گوش نمیبینن و در همین چارچوب هست که میرن تو زمین بازی دولت ها، مذاکره با دولت ها که گویا دولت ها بیان یه کاری بکنند که یه تغییر تحولی در ایران صورت بگیره. اون جایی که دولت ها محکوم میکنن ایرانو، یه تأثیری داره، ولی از اون جایی که مثلا وارد این بشی که مثلا مکرون و غیره و دیگر این رؤسای کشورهای امپریالیستی بخواد کاری در رابطه با انقلاب ایران بکنن، در واقع نه، هیچ انتظاری از اینا من ندارم و اصلا در زمین بازی اینا رفتن نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه تمامی این نیروهایی که با هر افکاری در زمین بازی اینا برن، بازیچه دست اونا میشن. چرا؟ قبلا من گفتم اینا اصلا وحشت دارن از رادیکالیزه شدن جنبش، از رادیکالیزه شدن مطالبات اعتراضات و نقششون به بیراه بردن اعتراضات و همیشه هم از روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، مکرون و غیره ندارن. به تجربه دیدیم در گذشته، حال و آینده هم همینجور خواهد بود. هر جایی که منافع ملیشون حکم بکنه میتونن با همین حاکمیت هم سازش بکنن. هر جا هم که منافع چیزشون ملیشون حکم بکنه از اپوزیسیون ارتجاعی ایران استفاده میکنن، مثلا وارد یک چیزایی میشن، مذاکراتی میشن یا چیزایی با اینا میشن که جمهوری اسلامی رو بترسونن و در رابطه با از این طریق امتیازاتی تو این رابطه بگیرن که طبیعتا تا الان نشون داده تمامی این اپوزیسیون ارتجاعی بازیچه دست اینا بود. بله، سپاسگزارم. خوشبین هستین به آینده با توجه به این شرایط در کوتاه مدت؟ البته من در مصاحبه‌های قبلی بارها در گذشته هم گفتم در رابطه با این اعتراضات معلومه که خوشبین هستم و حتی در همینجا هم در رابطه با اعتراضات به شما
گفتم که انتظار این که هفته دیگه، 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه این جمهوری اسلامی سرنگون میشه یک نوع چیز میکنه، تاثیر منفی میذاره روی نیروها، میتونه اینا رو یه مقدار چیز بکنه، سرزده بکنه، اینا رو چیز بکنه. پس بنابراین باید بگیم که اعتراضات ادامه داره، همینطوری که این اعتراضاتی که الان داره صورت میگیره اعتراضاتی که از 30 سال پیش از 9 خرداد کوی طلاب مشهد صورت گرفت و همونجا تاثیر گذاشت در جنابندی‌های حاکمیت برای اداره امور مملکت که نمیدونم اصلاح طلب و غیره در اومدن ازشون، و این اعتراضات امروز در چشمانداز خودش در انتخابات آینده خودش خواهد نشون داد که انتخابات مجلس باشه، در اختلافات درونی حاکمیت خودش نشون داد که این اختلافات هرچی بیشتر میشه تضعیف میشن، بیشتر ضعیفتر میشن. پس بنابراین من خوشبین هستم، همینطوری که سالهای گذشته این همه سالها رو با این امید و آرزو سر کردیم، الان امیدم بیشتره و میگم که اون روز سرنگونی بهش نزدیک شدیم، ولی این به معنای 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه نیست. باید با صبر و حوصله این اعتراضات ادامه بدیم، بلاخص اونایی که در میدان اصلی مبارزه هستن، ما که با این سن سالمون و محل زندگیمون در واقع من شخصا دستی از دور بر روی آتش داریم، اونایی که دستی که از نزدیک بر روی آتش دارن این مبارزه رو ادامه خواهند داد و به سرانجام خواهند. بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو یک بار دیگه به برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران قبول کردید. خیلی ازتون ممنونم که وقتتون رو برای تلویزیون ما گذاشتین. من خیلی خوشحالم که بار دیگه در برنامه شما شرکت کردم و از طرف دیگه به نوبت خودم از شما و تمامی دستاندرکاران تلویزیون شما، همه فنیکاران، مدیران، همه اینا سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت رو در اختیارم قرار دادین که نقطه نظرات خودم رو با بینندگان شما در میان بذارم. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، آنچه که مشاهده کردین گفتگویی بود با رفیق علیرضا نوایی، فعال کارگری از پاریس همراه ما بودند در مورد ارزیابی انقلابی که در حال وقوع هستش در ایران و پیوستن کارگران رسمی نفت به این انقلاب بزرگ، با امید به اینکه همه بخش‌های کارگران صنعت‌های کلیدی از جمله کارگران صنعت نفت به این اعتصاب و با امید به اینکه ما در روزهای آتی شاهد روزهای بسیار بسیار پردستاوردی باشیم و شاهد این باشیم که یکی از خارترین و مرتجع‌ترین دیکتاتورهای تاریخ رو به گور بسپاریم و زندگی آزاد، برابر، بدور از هر گونه استثمار و ظلم رو داشته باشیم. به امید اون روز، با سپاس از همراهیتون، تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim.
Sen zahmet etme yerinden, gürültü yapmam derinden. Parmaklarım üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim. Bozar mı sandın acıları, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi